من می‌خواستم یه ادیت خفن بذارم، من می‌خواستم یه ویدیو باحال درست کنم با کاراکترهای مختلفم تا ازت تشکر کنم، ولی من آدم احساساتی ام و نتونستم. گفتم بذار بیام این احساسات خالص خوشگله رو بذارم جلوت. امروز همه دلایلی که میتونست باعث بشه من یه روز بد داشته باشم رو داشتم، ولی این عدد همین الان دلمو شاد کرد. همین الان ساعت 10:45 که دارم این ویدیو رو میگیرم. ازت ممنونم که تا اینجا کنار من بودی، ازت ممنونم که ویدیوهای من دیدی، لایک کردی، با شخصیت‌های مختلف من لذت بردی. شاید خندوندمت، شاید احساساتیت کردم، شاید کنار هم دیگه بخوایم یا نخوایم خانواده تشکیل دادیم، شاید دوستای خوبی شدیم، حتی شاید یه بارم هم دیگه رو ندیده باشیم. ولی این احساسات خیلی بر من قشنگه. دوستت دارم، ممنونم که هستی. بریم برای روزهای بهتر.